با عرض سلام به دوستان گرامی. در جلسه گذشته در درس تراوری بعد از اینکه روی متغیرهای جریان ترافیک در کمان و جریان ترافیک در مسیر بحث کردیم و گفتیم که مسئله تخصیص ترافیک بر حسب جریان در کمان یعنی حجم ترافیک خیابون‌ها جواب یکتایی داره، اما این مسئله در مورد متغیرهای جریان در مسیر ممکنه جواب یکتا نداشته باشه. به لحاظ ریاضی اصلا ممکن نباشه که ما یک جواب یکتا پیدا کنیم براش. بعد از اینکه این بحث ها رو مطرح کردیم رفتیم سراغ یه سری نوتیشن هایی، به طور خاص نوتیشن دلتا رو برای ماتریس وقوع معرفی کردیم که ارتباط بین متغیرهای جریان در مسیر رو با متغیرهای جریان در کمان یا خیابان‌ها مشخص می‌کرد. بر مبنای اون تعاریفی که خدمتتون ارائه کردیم در این جلسه قصد داریم مدل ریاضی مسئله تخصیص ترافیک رو در قالب یک مدل بهینه‌سازی معروف به مدل بکمن معرفی کنیم. دقت کنید که اینکه چرا مدل بکمن معادل مسئله تعادل یا همون تخصیص ترافیک هست یک بحث جداگانه رو میطلبه که این ترم من به دلیل ارائه مجازی کلاس موفق نشدم و احتمالاً نمیرسم که اونها رو بیان کنم، ولی صرفاً اشاره میکنم بهش و به هر حال لازم دونستم که شما شکل و فرم مدل بکمن رو برای تخصیص ترافیک در این درس ببینید. مدل بکمن برای تخصیص ترافیک از نوع مدل‌های بهینه‌سازی ریاضی هست. ببینید تعادل رو میشه به شکل‌های مختلفی بیان کرد به لحاظ ریاضی، حالا چه توی بحث‌های حمل و نقلی که ما موضوع درسمون هست، چه در مباحث مرتبط با اقتصاد و فیزیک و سایر رشته‌ها. یکی از اون راه‌ها استفاده از بهینه‌سازی ریاضی هست. راه دیگر استفاده از واریشنال اینیکوالیتی هست. راه دیگر استفاده از مدل‌های فیکسد پوینت هست. راه دیگر استفاده از مدل‌های کامپلیمنتریتی هست، یعنی تکمیلی هست که اینها حالا با شرایطی به هم قابل تبدیل هستند. منتها ساده ترین و ابتدایی ترین روش بیان تعادل استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی ریاضی هست که اگر شما شرط بهینگی رو برای جواب بهینه اون مدل‌ها بنویسید از دلش تعادل در بیاد. مدل بکمن یک چنین کاری رو میکنه. حالا ببینیم مدل بکمن چطوری نوشته میشه. بر مبنای تعاریفی که جلسه گذشته ارائه کردیم تا به هدف مدل بکمن که یک مدل بهینه‌سازی ریاضی برای بیان تعادل هست به این ترتیب هست که میگه مینیمم کن روی x چیه؟ x بردار متغیرهای جریان در خیابان‌های شبکه هست. یعنی اگر 100 تا خیابون داره مثلا شبکه ما، یک بردار 100 متغیر هست شامل x1 x2 تا x100. این بردار میتونه مقادیر مختلفی به خودش بگیره. میگه بگرد بین همه x های مختلف اونی رو پیدا کن که این عبارت رو مینیمم کنه. عبارت رو اسمشو میذاریم UX. U یک تابعی هست که روی بردار X تعریف میشه، مساوی با سیگمای یعنی حاصل جمع روی آی و جی عضو آ، یعنی روی همه خیابون‌های شبکه، روی همه کمان‌ها. برای هر کمان این عبارت رو که بر حسب ترافیک اون کمان هست X آی جی ترافیک خیابون آی جی هست، انتگرال از 0 تا X آی جی تی آی و جی یو دی یو. این یو یه پارامتره که حالا از انتگرال وقتی بیاد بیرون بر حسب x آی جی نوشته میشه، سیگمای همه اونها
میشه عبارتی بر حسب x و ij های مختلف در شبکه. تا به هدف اینه که ما مینیمم کنیم اون عبارت رو روی x، مشروط به این که این سه شرط برقرار باشه. یعنی x هر مقداری هم حالا نمیتونه باشه. این شرط ها چیا هستن؟ 1. سیگمای x p ks برابر باشه با d ks. این سیگما روی چیه؟ روی همه پی ها عضو پی کی اس هست. 2. مقادیر x پی کی اس اینا متغیرهای جریان در مسیر هست دیگه. از نوتیشن های جلسه قبل لطفا نگاه کنید، اینا رو تعریف کردیم. x پی کی اس مقادیر مثبتی داره، یعنی یا صفر یا مثبت، منفی نمیتونه باشه. یعنی معنی نداره که ما بگیم یک مقدار منفی از یک مبدأ به یک مقصدی سفر میکنن. و نهایتاً x ij مساوی است با سیگمای KOS عضو P دوباره سیگمای P عضو P KOS x P KS دلتا ij و P KS. دلتا ij و P KS. خب اینها سه تا محدودیت هستن که تا حدی باشون آشنایی داریم. توضیح بدیم که اینها چی هستن. تا به هدف این مدل به این میگن مدل بکمن. این مدل بهینه‌سازی ریاضی هست که حل این مدل به ما نتیجه بردار x جریان تعادلی رو در شبکه میده. خب هر یک از اینها چی هستن؟ در موردش یک نگاه مختصری داشته باشیم. اول از همه این تا به هدف رو ببینیم. این تا به هدف کاملا ساختگی هست، تفسیر خاصی نداره. یعنی ما نمیتونیم از دل این یک تفسیر خاص رو که لااقل یه تفسیری رو که خیلی مشهود باشه و قابل درک باشه برای ما بکشیم بیرون. اینطوری نیست. این تا به هدف ساخته شده با این انتگراله که وقتی ازش مشتق میگیرید و حالا یه سری روابط ریاضی رو، یه سری عملیات ریاضی رو روش پیاده میکنید، منجر بشه به آنچه که آن را تعادل مینامیم. پس خیلی درگیر این نشیم که این منظور از این انتگراله چیه، تفسیرش چیه. خب این از تا به هدف که ساختگی و بدون تفسیر هست. محدودیت 1 داره به ما میگه که باید تقاضای سفر برآورده بشه. این محدودیت 1 در واقع داره میگه که برای هر مبدأ مقصد، یعنی هر KOS عضو P، حاصل جمع جریان در مسیرهای مختلف بین KOS باید مساوی با تقاضای سفر از K به S باشه. یعنی اگه 10 تا مسیر، 3 تا مسیر، 5 تا مسیر، هر تعدادی مورد استفاده قرار میگیره، حاصل جمع جریان در این مسیرها مجموعاً باید برابر باشه با تقاضای سفری که میخواد از K به S بره. محدودیت دوم که مشاهده میکنید نامنفی بودن مقادیر جریان در مسیر هست. یعنی معنی نمیده اگه مثلا ما 5 تا مسیر از مبدأ K به مقصد S داریم، برای یکی از اون مسیرها مثلا مسیر P مقدار جریان بخواد منفی باشه، حتما یا صفر یا مثبت. این هم خیلی واضحه. و آخرین محدودیت که اون رو جلسه گذشته هم دیدیم میاد و ببینید توی محدودیت 1 و 2 متغیرها از نوع جریان در مسیر هست. توی محدودیت 3 میاد و جریان در مسیر رو ارتباط میده به جریان در کمان، چون نهایتا ما دنبال این هستیم و این جریان در کمان هست که توی تاب هدف ظاهر میشه، اصلا مجهول ماست. جریان در مسیر که گفتیم اساساً جواب یکتایی نداره، در قالب یک مثال نشون دادیم. ما میخوایم اینو پیدا کنیم.
این مقادیر جریان در مسیر رو ارتباط میدیم به جریان در کمان و حالا میگیم که با رعایت این 3 شرط ما دنبال این هستیم که بردار X رو، یعنی مقادیر X آی و جی خیابون ها رو پیدا کنیم. این محدودیت 3 رو که جلسه قبل دیدیم چی بود؟ این محدودیت این بود که حجم ترافیک خیابون آی جی، حجم جریان خیابون آی جی، اینها رو حالا من معادله هم دارم به کار میبرم، حجم ترافیک جریان برابر است با حاصل جمع جریان ترافیک مسیرهایی که از تو این خیابون رد میشن. به نوعی همین محدودیت 3 هم ضامن بقای جریان هست. ممکنه بفرمایید که خب ما بقای جریان مثلا فرض کنید یه گره، اینم 2 تا ورودی داره، اینم یه خروجی، حاصل جمع جریان این 2 تا باید بشه این دیگه، درسته؟ اگه از اینجا سفری البته تولید نشه، حاصل جمع این 2 تا باید بشه این، درسته؟ ممکنه بفرمایید این حاصل جمع اینو باید بشه برابر با این کجا دیده شده؟ به نوعی همین محدودیت 3 داره این رو تضمین میکنه. خب پس این شده مدل بکمن. محدودیت 1 تقاضای سفر رو برآورده کنه، محدودیت 2 نامنفی بودن جریان در مسیرها و محدودیت 3 جریان در کمانها رو بر حسب مسیرها بیان میکنه. خب طبیعتاً یک سوالی اینجا پیش میاد و اون این که جواب بهینه مدل بکمن، یعنی اون جوابی که اون ترم تاب هدف رو مینیمم میکنه، از کجا معلوم که اون جواب تعادل یا همون جواب مسئله تخصیص ترافیک باشه؟ ببینید دوستان، بررسی این مسئله نیازمند این هست که ما بیایم و یه ذره مقدماتی رو در مورد روش‌های بهینه‌سازی غیر خطی بگیم، از جمله شرایط کیروش-کانتاکر که تحت عنوان KKT نمایش داده میشه، اونها رو مقدمتاً بگیم و بعد بیایم این شرایط رو برای این مدل بهینه‌سازی بنویسیم. تهش از نوشتن این شرایط KKT این در میاد که حل مدل بکمن منجر به این میشه که مسیرهای استفاده شده زمان سفری برابر داشته باشن بین هر مبدا مقصد و این مقدار کوچکتر مساوی مسیرهای استفاده نشده اون مبدا مقصد باشه. یعنی با اعمال شرایط KKT خواهیم دید، البته من این کار رو تو این جلسه و جلسه بعد انجام نمیدم، ولی فقط خواستم شما بدونید، خواهیم دید که مدل بکمن نتیجه تعادله. در واقع اینطوری بذارید بهتون بگم که مسئله مدل بکمن یک مسئله ساختگی هست. این مسئله را درست کردن به نحوی که حلش منجر می شود به جواب تعادل ترافیکی. مدل ریاضی مسئله بکمن یه سری شرایط خاصی رو با خودش داره که بد نیست یه نگاه اجمالی داشته باشیم به اونها. یکی از این موارد این هست که روند XIJ به روند XPKS مساوی است با دلتای IJ و PKS. اولا چرا روند؟ چون XIJ تابعی هست از متغیرهای مختلف، یعنی جریان در مسیرهای مختلف، پس از روند باید استفاده کنیم. ثانیاً این داره چی میگه؟ روند XIJ به روند XPKS، یعنی داره میگه نحوه تغییرات جریان در خیابان IJ با تغییرات جریان در مسیر P بین K و S چگونه هست؟ خب بیایم این XI و J رو باز کنیم. XI و J طبق تعریف یا طبق محدودیت سوم بود این عبارت، یعنی حاصل جمع همه
مبدا مقصدها برای همه مبدا مقصدها همه مسیرها x پی کی اس دلتا آی جی و پی کی اس. این تعریف x آی جی هست. روند این عبارت به روند x پی کی اس یعنی یه دونه مسیر خاص از k به s عبارت است. ببینید هیچ یکی از ترم هایی که اینجا وجود داره x پی کی اس رو نداره به جز یک مورد، همون موردی که این اونجا داره محاسبه میشه. بنابراین همشون روندشون نسبت به x پی کی اس صفر هست به جز اون ترمی که دقیقاً خود x پی کی اس رو داره، چون اینا x پی کی اس برای مسیر p بین k و s هست. حالا شما مسیرهای مختلفی دارین، مبدا مقصدهای مختلفی دارین، فقط یه دونه از اینا هستش که این مسیر است که اون در واقع میگیره به این عبارته، یعنی این عبارت مشتق پیدا میکنه نسبت بهش، بقیه همشون صفر میشن که وقتی مشتق بگیریم x پی کی اس مشتقش نسبت به خودش صفر در واقع یک میشه و میاد بیرون، فقط این ضریبه ازش میاد بیرون، یعنی حاصل میشه دلتا آی و جی و پی کی اس. تفسیرش چیه؟ مفهومش چیه؟ ببینید ما خواستیم بررسی کنیم که جریان در خیابان آی و جی چگونه با جریان در مسیر پی کی اس تغییر میکنه. اگر مسیر پی کی و اس از خیابون آی جی بگذره این میشه یک دلتا آی و جی و پی، یعنی هر وقت یه واحد به جریان در این مسیر زیاد افزوده بشه به جریان در خیابون آی جی هم یه واحد افزوده میشه. اما اگر مسیر پی که از کی به اس میره از خیابون آی و جی نگذره اون وقت این صفره. در این صورت هر چقدر همین جریان زیاد بشه هیچ ربطی به خیابون آی و جی نداره که این تفسیر همین هست، یعنی جریان خیابون آی و جی با افزایش جریان در مسیر پی کی و اس که از آی و جی رد نمیشه هیچ افزایشی پیدا نمیکنه. یکی دیگر از مفروضاتی که در مدل بیکمن در نظر میگیریم و اینجا خواستم ارائه کنم این هست که روند x پی کی اس به روند x کیو ام ان صفر هست. چه وقتی که یا k و s با m یکی نباشه یا p و q یکی نباشه. یعنی چی؟ یعنی دو تا مسیر مختلف. برای دو تا مسیر مختلف مقدار جریان در یک مسیر به مقدار جریان در مسیر دیگه هیچ ربطی نداره. اینو بهش میگن فرض استقلال در جریان مسیرها. از دیگر فرض‌هایی که وجود داره این هست که اگر ما یه خیابون آی و جی داشته باشیم و یه خیابون ام و ان، در این صورت مقدار زمان سفر در خیابون آی جی هیچ ربطی به ترافیک در خیابون ام ان نداره. مفهوم این عبارت اینه، یعنی داره میگه تغییرات زمان سفر در خیابون آی جی هیچ ربطی به تغییرات ترافیک خیابون ام ان نداره. حالا البته آیا این فرض درسته یا نه بحث دیگری است. اینا همون محدودیت‌های نوشتن مدل تعادل به روش بهینه‌سازی یا بیکمن هست. وگرنه عملاً این همیشه هم صادق نیست. مثلا در شرایطی که ما یه جاده رفت و برگشتی داریم که توش سبقت گرفتن آزاده، اون وقت ممکنه اگر یک سوی این جاده ترافیک زیادی داشته باشه اثر بذاره روی زمان سفر طرف مقابل، یا مثلا در شرایطی که ما یک چراغ راهنمایی داریم که هوشمنده، وقت زمان سبز سمت ترافیک سنگین‌تر افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که اون سمتی که ترافیکش کمتره معطلی بیشتری رو تجربه کنه. بنابراین زمان سفر در یک خیابون تابع ترافیک در یک خیابون دیگه میشه. ولی حالا برای راحتی و برای سادگی و برای اینکه مدل
بهینه‌سازی، مدل‌های بهینه‌سازی بیان تعادل مثل مدل بکمن اساساً نمیتونن اینها رو ببینن، یعنی خلاف این رو ببینن، یک همچین فرضی هم انجام میشه که داره میگه زمان سفر توی خیابون مستقل هست از ترافیک در یک خیابون دیگه، یعنی تغییر این منجر به تغییر این نمیشه. و نهایتاً یه فرض دیگه هم که وجود داره این هست که روند تی آی و جی ایکس آی جی به روند ایکس آی و جی، یعنی این بار این دیگه نباید صفر باشه. البته میتونه صفر باشه ها. کی میتونه صفر باشه؟ وقتی که بذارید اول بگم این چیه. روند تی آی و جی ایکس آی جی چیه؟ زمان سفر خیابون آی و جی که تابعی هست از ایکس آی و جی. زمان سفر خیابون آی و جی به ترافیک خیابون آی و جی ربط داره. نسبت به روند این نسبت به ایکس آی و جی، یعنی آهنگ تغییرات زمان سفر خیابون آی و جی نسبت به ترافیک خیابون آی و جی. طبیعتا این صعودیه دیگه، درسته؟ یه ذره فکر کنید مفهومش چیه. یعنی داره میگه هر چقدر ترافیک خیابون آی و جی بیشتر بشه طبیعتا زمان سفرش هم رشد میکنه. پس این صعودیه. این روند تی آی جی ایکس آی جی به روند ایکس آی جی بزرگتر از صفر داره میگه این صعودی اکید هست. حالا خدمتتون این شکل رو هم اضافه میکنم که شبیه اون چیزی است که تو بحث معرفی تابع بی پی آر دیدیم که میگه نه تنها صعودیه بلکه محدب هم هست، یعنی یه تقعری به سمت بالا داره. یعنی اگر مثلا ترافیک یه خیابون 300 وسیله نقلیه در ساعت هست و 10 دقیقه زمان سفرش هست، وقتی میشه 600 وسیله نقلیه میشه 12 دقیقه، وقتی بشه 900 وسیله دیگه دوباره 2 دقیقه افزایش پیدا نمیکنه. این سری مثلا 4 دقیقه 5 دقیقه بعد بدتر میشه، مثلا میشه 17 دقیقه. و این همون شکل تابع بی پی آر یا حالا توابع محدب دیگه هست. یعنی علاوه بر این اگر روند دومش رو هم بگیرید اون هم مثبت هست. حالا بفرمایید که چه وقتی هستش که این بتونه صفر بشه. حالا اینجا که فرض کردیم این مثبت، یعنی صعودی اکید هست، ولی این بیشتر در مورد شبکه‌های شهری صدق میکنه. ولی چه وقتی هستش که این میتونه صفر باشه یا بگیم تقریبا صفر باشه؟ وقتی که یک خیابون خیلی ظرفیت بالایی داشته باشه و حجم ترافیک واقعا کم باشه، جوری که عملا زمان سفر نسبت به ترافیک اون خیابون حساس نباشه. یا در مورد جاده های بین شهرها، مثلا از یه شهری به شهر دیگه یک جاده آزادراهی مثلا 5 بانده وجود داره، اونم مثلا اینطوریه که خیلی زمان سفرش نسبت به ترافیک حساس نیست، ولی عملا در شبکه‌های شهری این اتفاق میفته. یعنی این صعودیه بلکه محدب هم هست. اجازه بدید که در قالب یک مثال ببینیم که نوشتن ماتریس وقوع و همینطور مدل بهینه‌سازی بکمن به لحاظ ریاضی چه شکلی میشه. مثالی که مد نظر داریم یک همچین مثالی هست. یک شبکه هست با تعداد 6 گره A, B, C تا F. در این شبکه تقاضای سفر از گره A به گره F، یعنی از A به F هست 10 واحد و از گره B به گره E هست 8 واحد. یعنی ما 2 تا مبدأ مقصد داریم. ماتریس تقاضای سفر ما به جای اینکه 6 در 6 باشه فقط 2 تا عنصر توش هست، AF و BE. و این شبکه تعداد 8 خیابان داره، 1 2 3 4 تا 8، که مشخصات تابع زمان سفر حجمی همون تابع بی پی آر این خیابون ها از این قرار هست که در این شکل ملاحظه می‌فرمایید. خیابون 1
T1 x1 براش هست 2 دقیقه به علاوه 2x1. برای 2 هست 3 به علاوه x2. برای 3 هست 1 به علاوه x3. برای 4 هست 3 به علاوه 2x4. زمان سفر حجم خیابون 5 T5x5 هست 4 به علاوه 2x5. تابع زمان سفر حجم خیابون ششم یعنی این خیابونه هست 1 به علاوه x6. برای خیابون هفتم هست 1 به علاوه x7 و برای خیابون هشتم هست 2 به علاوه 2x8. این اطلاعات مسئله است که ما در اختیار داریم. خب برای این مسئله میخوایم بیایم و ماتریس مجاورت رو بنویسیم و همینطور مدل ریاضی بیکمن رو بنویسیم. از اینجا به بعد من از روی فایل PDFی که دست نویسه ترم گذشته هست مطالب رو خدمتتون توضیح میدم. فقط این مثال رو لطفاً گوشه ذهنتون داشته باشین، بنویسین تا وقتی که توضیح میدیم از روی شکل چک کنین. در مثالی که مشاهده کردید ما مجموعه مبدأ مقصد هامون یکی AF هست و یکی BE هست. در این مثال ما از A به F مجموعه مسیرامون 2 تا عضو داره. یک مسیر که اسمشو میذاریم مسیر 1 فقط شامل خیابون 5 هست که مستقیم از A میره به F. مسیر دیگه که اسمشو میذاریم مسیر 2 شامل 3 تا خیابون هست. توی شکل نگاه کنید، خیابون 1 بعد 3 بعد 6. این هم از A میره به F. همینطور مجموعه مسیرهای از B به E P BE شامل 3 تا مسیر میشه. یکی خیابونهای 4 و 7 هست، یکی خیابونهای 2 3 و 7 هست مسیر دوم، و مسیر سوم شامل خیابونهای 2 3 و 6 و 8 هست. پس ما گفتیم مبدأ مقصد هامون چی هست و برای هر مبدأ مقصد مجموعه مسیرهایی که وجود داره چیا هست که اسم گذاری کردیم، گفتیم 1 2 1 2 3. حالا میخوایم بیایم و مدل بیکمن رو برای این مثال بنویسیم. باز کنیم اون مدل بیکمن رو بنویسیم و ببینیم توی این مثال چه شکلی میشه مدل بیکمن. یکی از محدودیت ها شروع میکنیم. یکی از محدودیت هایی که مدل بیکمن داشت نامنفی بودن متغیرهای جریان در مسیر بود. خب ما چند تا مسیر داریم؟ 2 تا برای AF داریم، x1 AF و x2 AF. x2 AF یعنی چی؟ یعنی جریان در مسیر دوم، مسیر 1 3 6 که از A به F میره. و برای BE هم 3 تا مسیر داشتیم که مشاهده میکنید، x1 B، x2 B و x3 B. همه اینا باید بزرگتر مساوی 0 باشن. محدودیت دیگری که داریم محدودیت تقاضا هست. محدودیت تقاضا باید برای همه مبدأ مقصدها نوشته بشه. مبدأ مقصد AF تقاضای سفرش طبق صورت مسئله 10. پس x1 AF به علاوه x2 AF یعنی جریان در مسیر 1 به علاوه جریان در مسیر 2. هر تعدادی اگه مسیر داریم باید اینجا بنویسیم. حاصل جمعش باید بشه 10. همینطور برای مبدأ مقصد B هم جریان در مسیر 1 به علاوه مسیر 2 به علاوه مسیر 3 هم میشه 8. خب 2 تا از محدودیت ها رو کامل نوشتیم. میرسیم به محدودیت شماره 3 که محدودیت ارتباط جریان در کمان و جریان در مسیر هست. این محدودیت رو باید بنویسیم. این ارتباط ها رو باید استخراج کنیم. یک راه خیلی خوب برای اینکه این کار رو انجام بدیم و این محدودیت رو بنویسیم استفاده از ماتریس وقوع هست، یعنی همون ماتریس دلتا. سمت راست این ماتریس همونطوری که میبینید و قبلا هم گفتیم کمان ها رو لیست میکنیم که 8 تا کمان داریم. سمت چپ مسیرها رو لیست میکنیم. بین A و F 2 تا مسیر داریم و بین B و E 3 تا مسیر داریم. حالا تو این مثال اینطوری شده که کمان ها بیشتر از مسیر هاست، ولی در عمل در مثال های بزرگ معمولا
اصلا قابل قیاس نیست. یعنی مسیرها خیلی تعدادشون زیاده و خیلی از اون مسیرها عملاً غیر قابل استفاده است. یعنی استفاده نمیشه، نه اینکه غیر قابل استفاده باشه. مثل اینکه مثلا شما یه مبدأ و یه مقصد دارید و یه مسیری دارید که کل شبکه رو دور میزنه که از این مبدأ بره به اون مقصد. خب اون طبیعتاً استفاده نمیشه در تعادل، ولی طبق صورت مدل بکمن باید اینجا توی این ماتریس ذکر بشه، توی ماتریس وقوع. اول ماتریس وقوع رو درست کنیم ببینیم چه شکلیه. گفتم جلسه قبل که چطوری ماتریس رو میسازیم. مثلا میگیم مسیر 1 از آ به F. این مسیر فقط شامل کمان 5 میشد، پس همه را 0 میذاریم، جلوی کمان 5 1 میذاریم. مسیر دوم چطور؟ مسیر دوم از کمانهای 1 و 3 و 6 عبور میکرد، یعنی جلوی 1 و 3 و 6 1 میذاریم، بقیه را 0 میذاریم. برای بی هم به همین ترتیب این ماتریس وقوع رو به این شکل میسازیم. وقتی ماتریس وقوع ساخته شد، ارتباط بین متغیرهای کمان و مسیر در میاد. اون وقت ما میتونیم خیلی راحت جلوی هر کمان نگاه کنیم، ببینیم چه مسیرهایی هست که از این کمان رد میشه. مثلا کمان 1 فقط مسیر دوم AF هست که ازش رد میشه، پس x1 میشه x2 AF. ولی به فرض کمان شماره 7 یا خیابون شماره 7 الان توی شکل لطفا نگاه کنید. خیابون شماره 7 2 تا مسیر ازش عبور میکنه. مسیر شماره 1 که از B میره به E و مسیر شماره 2 که از B میره به E. یعنی x7 میشه x1 BE به علاوه x2 BE. به این ترتیب ما به کمک ماتریس وقوع محدودیت‌های ارتباط جریان در کمان با جریان در مسیر رو می نویسیم که اگه نگاه کنید تا الان ما چند تا محدودیت داشتیم؟ 1 محدودیت، 2، 3، 4، 5. هر کدوم از اینا باید بزرگتر مساوی 0 باشه. 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 تا محدودیت داریم. در قالب این 15 تا محدودیت تا به هدف مسئله بکمن ما این هست که بیایم و مینیمم کنیم UX تا به هدف رو مساوی با یکی برای همه کمان ها این انتگراله رو باید بنویسیم. انتگرال 0 تا x1 برای کمان 1، 0 تا x2 برای کمان 2، 0 تا x7 برای کمان 7، 0 تا x8 برای کمان 8. داخل انتگرال چی هست؟ تابع BPR هست، البته بر حسب U. یعنی مثلا بوده 2 به علاوه 2x، اینجا هست 2 به علاوه 2u dau. برای کمان 7 بوده 1 به علاوه x، اینجا هست 1 به علاوه u dau. که اگر این رو انتگرال ها رو محاسبه کنید یک همچین عبارتی حاصل میشه. انتگرال این عبارت میشه 2x به علاوه x1 به توان 2. یا مثلا فرض کنید که برای x7 میشه 1 به علاوه u dau. انتگرال از 0 تا x7 این میشه x7 به علاوه 1 دوم x7 به توان 2. خب دقت کنید دوستان که ما میخوایم یک همچین عبارتی رو، یعنی این عبارتی رو که این پایین این آخرین اسلاید مثال 1 مشاهده میکنید، مینیمم کنیم تحت شرایط این 15 تا محدودیتی که گفتیم. این میشه حالت بسط داده شده یا باز شده مدل بکمن برای مسئله‌ای که با هم دیدیم. تا به اینجای کار ما اومدیم و گفتیم که چگونه میشه مسئله تخصیص ترافیک یا مسئله تعادل ترافیکی رو بر حسب یک مدل بهینه‌سازی ریاضی موسوم به مدل بکمن نوشت. حالا میخوایم یک الگوریتمی رو معرفی کنیم معروف به الگوریتم فرانک ولف که این الگوریتم به کار حل این گونه مدل ها میاد. یکی از روش های حل این گونه مدل هاست. تا حالا چیزی که گفتیم این بود، البته اثبات هم نکردیم،
این بود که جواب بهینه اون مسئله بکمن، یعنی اون جوابی که اون ترم UX رو مینیمم میکنه، اون همون جریان ترافیک تعادلی در شبکه هست. حالا میخوایم بگیم چجوری میشه این رو به دست آورد. یک الگوریتم که این کار رو میکنه الگوریتم فرانک ولف هست که اینجا دوباره ما وارد این که چطور الگوریتم فرانک ولف این کار رو انجام میده نمیشیم، ولی مایلم که خیلی کلی توضیح بدم که ایده الگوریتم فرانک ولف چیه با این مثال گرافیکی ساده که حالا اگر فرض کنیم تا به هدف تو مسئله ترافیک ما، مسئله تعادلی ما باشه UX که توش مثلا 100 تا متغیر داره، اینجا میخوایم یک تا به هدف دو متغیره رو ببینیم شبیه Z x1 و x2 که این x1 و این x2 و این رویه Z x1 و x2 هست که در هر نقطه x1 و x2 یک مقداری داره. این رویه شبیه کاسه است. مثلا توی مثال ساده میخوام یه توضیح بدم که الگوریتم فرانک ولف چجوری کار میکنه تا یه ایده کلی دستتون بیاد که وقتی که ما داریم مسئله تخصیص رو به روش فرانک ولف حل میکنیم و میگیم از x حرکت کن به سمت y به اندازه آلفا، مضمون یا مفهوم این حرف چیه. ببینید فرض بر این هستش که ما ناحیه امکان پذیرمون، یعنی اون ناحیه‌ای که ما باید دنبال جواب بهینه x1 و x2 توش بگردیم که توی این صفحه هست، یک ناحیه محدب هست. منظور از یک ناحیه محدب چیه؟ منظور از یک ناحیه محدب اینه که هر پاره خطی رو شما توی این ناحیه اگه در نظر بگیرید، کل نقطه های داخل اون پاره خط توی این ناحیه میافته. خب به علاوه فرض بر این هستش که ما اون رویه‌ای که داریم که میخوایم جواب بهینه رو توش پیدا کنیم اون هم محدب هست، یعنی تقعری داره به سمت بالا، کاسه‌ای شکل هست در واقع. این هم نکته دوم. حالا ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که توی این محوطه دنبال یک x1 و x2 بگردیم که نقطه مینیمم این رویه هست. ایده الگوریتم فرانک ولف اینه که شما از یک گوشه این یا یه نقطه کلا توی این فضا حرکت کنید، نشونه برید به سمت یکی از نقاط رأس این ناحیه امکان پذیر، مثلا این نقطه. منتها از نقطه موجود وقتی میخواید به سمت اون نقطه نشونه برید و حرکت کنید، به اندازه حرکت کنید که معادلش توی این رویه به نقطه مینیمم برسید. مثلا توی این شکل نگاه کنید، این رویه ماست که حالت کاسه شکل داره و این هم ناحیه امکان پذیر ماست. اینو به موازات خودش شبیه منشور بیارید بالا، یه ذره باید تصور هندسی کنید که این رویه رو قطع کنه تو جاهای مختلف. این نقطه ها معادل رؤوس این ناحیه امکان پذیر محدب هستن روی رویه. خب حالا ما در این ناحیه که من هاشور زدم پایینش رو میخوایم دنبال یک x1 و x2 بگردیم که به حداقل مقدار z x1 و x2 منجر بشه. الگوریتم فرانک ولف میگه از نقطه موجود صرفاً یکی از گوشه ها رو نشونه بگیر. حالا کدوم گوشه؟ دقیقاً اون گوشه‌ای که کمترین مقدار رو حاصل میکنه ظاهراً. خب و در جهت این نشانه روی به اندازه آلفا درصد، یا بگیم آلفا بین 0 و 1، مثلا اگه نیم بود یعنی این وسط، یک مقداری به اندازه آلفا حرکت کن. چه مقداری حرکت کن؟ اون مقداری حرکت کن که وقتی داری معادلش روی این رویه حرکت میکنی برسی به مقدار مینیموم. توی این تصویر خواستم این رو بهتر توضیح بدم. مثلا فرض کنید x1 که ما الان توش هستیم روی این الان یه برشه بچه‌ها، از شکل رویه این یه برشه، یعنی یه برش زدیم انداختیم رو صفحه، تصویرش رو ببینیم چه شکلیه. از x1 میگه به سمت y1 حرکت کن.
منتها وقتی داری حرکت میکنی حواست باشه که رویه داره مقدار z تغییر میکنه. کجا وایستا؟ اونجایی که کمترین z رو حاصل میکنه. ایده الگوریتم فرانک ولف این هستش که این عملیات هی تکرار بشه تا ما به یه جایی برسیم که دیگه خیلی جواب ما بهبود خاصی پیدا نکنه. یعنی از x1 میایم به سمت y1 و اینجا وای میستیم. اسم اینو میذاریم x2. یه نقطه جدیدیه. x2 یه جواب جدیدیه که قطعاً از x1 که اول توش بودیم این z کمتری داره، یعنی بهبود پیدا کرده. حالا از x2 دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. دوباره به سمت گوشه های ناحیه امکان پذیر نشونه میریم. مثلا به سمت y2 نشونه میریم. چقدر حرکت میکنیم؟ به اندازه آلفا 2. دوباره میرسیم به نقطه جدیدی به اسم x3 که زدش از زد فعلی، یعنی این نقطه بازم کمتره. این کار رو هی تکرار میکنیم. به نوعی ما داریم، نگاه کنید تو این شکل، وقتی از x میرم به سمت y، مثلا اینجا یه تاب میخورم روی این و اینجا وای میستم. دوباره از x2 وقتی میرم به سمت y2 دوباره یه تاب میخورم و وای میستم. هر بار که این اتفاق میفته انگار داره این نقطه تاب میخوره روی، یا بهتر بگم سر میخوره روی یک جهتی روی این رویه و مقدار کمتر رو انتخاب میکنه. اینقدر این فرایند تکرار میشه که مثلا دیگه برسه به یک مقداری این پایین ماینای رویه که دیگه خیلی بهبود مقدار ZX1 و X2، یعنی کاهش این مقدار، قابل ملاحظه نباشه. اونجاست که ما میتونیم بگیم تقریبا جواب مینیموم رو برای Z پیدا کردیم. این یک ایده خیلی کلی بود از این که بخوام توصیف کنم براتون که چگونه کار میکنه الگوریتم فرانک ولف. همین رو اومدن و اعمال کردن بر مسئله بهینه‌سازی مدل بکمن. حالا شما اینجا در 2 بعد برای x1 و x2 میتونید zx1 و x2 رو در بعد سوم به شکل رویه ببینید. ولی مثلا اگه ما x1 و x2 اینا مثلا فرض کنید مقدار ترافیک خیابون 1 و 2 باشه و به جای دوتا مثلا 100 تا داشته باشیم، یعنی تا x 100 داشته باشیم، دیگه نمیشه تصور هندسی نسبت بهش داشت. این رو اومدن اعمال کردن و رسیدن به الگوریتم فرانک ولف برای حل مسئله مدل بکمن یا تخصیص ترافیک. حالا بیایم و ببینیم نتیجه کاربرد الگوریتم فرانک ولف در حل مسئله تخصیص یا همون مدل بکمن به چه چیزی منجر میشه. دوباره من اینجا اثبات ها رو بیان نمی کنم و مستقیم الگوریتم رو خدمتتون میگم. من این جلسه صورت کلی الگوریتم رو یه توضیحی میدم، اما جلسه آینده ازش مثال حل میکنم تا مطلب بهتر جا بیفته. در گام 0، یعنی پیش از شروع تکرارهای الگوریتم، گام آماده سازی، ما ابتدای تخصیص ترافیک همه یا هیچ را بر اساس زمان سفرهای آزاد، یعنی TIJ مساوی با TIJ 0 فرض میکنیم. خیابون‌ها هیچ ترافیکی ندارن. طبیعتاً به این ترتیب زمان سفر خیابون‌ها زمان سفر آزاد خواهد بود. براشون تخصیص ترافیک همه یا هیچ رو کل شبکه انجام میدیم. ست میکنیم n رو برابر با 1، شمارنده n رو، و همینطور مقدار ترافیکی که از تخصیص ترافیک همه یا هیچ حاصل میشه در خیابون‌ها رو اسمشو میذاریم بردار x i و j 1. من نمیدونم آیا به خاطر دارید یا نه که ما اون اوایل درس گفتیم که وقتی که برنامه ها یا الگوریتم ها گسترده تر و بزرگتر میشن به الگوریتم های قبلی به دید یه سری بسته نگاه میکنیم. مثلا ما اول الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر رو گفتیم. وقتی که به الگوریتم تخصیص همه یا هیچ رسیدیم، الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر شد یه بسته‌ای در دل الگوریتم تخصیص همه یا هیچ. بعد اومدیم الگوریتم تخصیص جزئی رو گفتیم. الگوریتم تخصیص همه یا هیچ خودش به کلی شد یک جزئی از الگوریتم تخصیص جزئی. الان نگاه کنید اینجا
وقتی که ما میگیم تخصیص ترافیک همه یا هیچ رو انجام دهید، داستان از این قراره که ما باید بریم همون الگوریتم رو، اگه داریم برنامه می نویسیم، همون الگوریتم رو کال کنیم یا صدا بزنیم که تو جلسات اول درس معرفی کردیم. خب به این ترتیب ما یک جواب اولیه برای حجم جریان ترافیک در خیابون‌ها پیدا می‌کنیم که بهش میگیم بردار XIJ 1. از اینجا به بعد ما میتونیم وارد تکرارهای الگوریتم بشیم. الگوریتم فرانک ولف. در گام یک الگوریتم یک قرار دهید تی آی و جی مساوی با تی آی و جی ایکس آی و جی ان هم که یکه، یعنی این حجم ترافیکی که الان به خیابون‌های مختلف اساین کردیم، ریختیم توی خیابون‌ها، بیایم و زمان سفر خیابون‌ها رو حالا از مقدار زمان سفر آزاد که این مقدار 0 بود آپدیت کنیم به این مقدار جدید برای همه خیابون‌ها توی شبکه. حالا بر اساس این مقادیر زمان سفر یه بار دیگه تخصیص همه یا هیچ انجام بدیم. یه جوابی به ما میده این تخصیص همه یا هیچ دوم تو گام 2 که بهش میگیم همون وای یا جهتیابی که توی فرانک ولف انجام میدیم. یعنی میگه بر اساس این تی آی جی هایی که از مقدار فعلی جریان ترافیک در خیابون ها به دست میاد، یه بار دیگه بیا و تخصیص همه یا هیچ انجام بده. اون مقدار جریان ترافیکی که برای خیابون ها به دست میاد و این بار اسمش رو بذار وای آی و جی و ان. این بردار وای آی و جی و ان رو اسمش رو میذاریم مثلا بردار وای. اون مقدار اولیه هم که به دست آوردیم اسمش رو میذاریم بردار x. این دقیقاً همون x و y هستش که ما ایده کلیشو برای الگوریتم فرانک ولف در حالت کلی توضیح دادیم. بردار x بردار y. حالا از x میخوایم به سمت y حرکت کنیم. در گام 3 میخوایم این رو بدونیم که از x به سمت y چقدر حرکت کنیم، یعنی اون آلفا رو به دست بیاریم، چند درصد، چه سهمی حرکت کنیم. طبیعتاً اگر به اندازه سهم آلفا n بین 0 و 1 حرکت کنیم، جواب ما از x آی جی n تبدیل میشه به x آی جی n به علاوه این نسبت از اختلاف اینها، یعنی این نسبت از این بردار وای منهای x. یعنی این داره میگه x فعلی رو در نظر بگیر، به اندازه این نسبت از وای آی جی منهای x آی جی به سمت y حرکت کن. یه جور نشانه روی هست از x به سمت y به اندازه آلفا. خب گام 3 میگه که از حل این مسئله بیا و آلفا n رو حساب کن. این مسئله چی میگه؟ این مسئله میگه که برای آلفا n بین 0 و 1 آلفا n رو طوری تعیین کن که این سیگمای انتگرال مینیمم بشه. سیگما یعنی حاصل جمع روی همه خیابون‌های شبکه انتگراله از 0 تا این مقدار زیر انتگرال هم تی آی جی یو دی یو. خب این یک کمی شاید ظاهر عجیب و غریبی داشته باشه، ولی من دوباره بدون اینکه وارد جزئیات ریاضی بشم میگم که این آلفا ان رو چگونه میشه حساب کرد. از همین مستقیما آلفا ان رو چجوری میشه حساب کرد. برای به دست آوردن آلفا ان از روی تابع بی پی آر میتونید بیاید و به جای این معادله، به جای این مسئله بیاید و این معادله رو در نظر بگیرید. یعنی بنویسید سیگمای روی همه آی و جی های شبکه، یعنی روی همه خیابون های شبکه، مقدار وای آی و جی و ان منهای ایکس آی و جی و ان پرانتز بسته ضرب در تی آی و جی که همون تابع زمان سفر حجم هست بر حسب این عبارت، که این عبارت همون نشانه روی از
x به سمت y هست، یعنی x به علاوه نسبت آلفا ضرب در y منهای x. اگر ما از x به اندازه 0 نشونه بریم x همون x میمونه. اگر به اندازه 1 نشونه بریم میشه x به علاوه 1 ضرب در y منهای x، یعنی x با x میره، ما کلا میایم تو y میستیم. و اگر به اندازه مثلا نیم نشونه بریم یه نقطه این وسط ها وای میستیم، یعنی هر مقداری بین 0 و 1 یک نقطه رو به ما میده. اگر ما این مسئله رو حل کنیم، این رو مساوی به 0 قرار بدیم که البته از مشتق گیری و مساوی به 0 قرار دادن تو مسئله قبلیه به دست میاد، این همون مقدار آلفا n رو در یک تکرار به ما میده. دقت کنید که اگر از این کرانه ها بیشتر شد ما مقدار 0 و 1 فقط، یعنی فقط تو این بازه برای ما قابل قبول هست. خب حالا که ما x رو داریم، جواب x رو داریم، مثلا x n که تو تکرار اول x 1، x n رو داریم، y n رو هم داریم و آلفا n که میزان حرکت ما از x n به سمت y n هست اون رو هم داریم، میتونیم عملیات نشانه روی و حرکتمون رو انجام بدیم. به این ترتیب که طی گام 4 برای هر خیابون آی و جی در شبکه، هر آی و جی عضو آ، میایم و x آی و جی n به علاوه 1 رو که برای تکرار بعدی هست اینطوری آپدیت میکنیم. میگیم از x آی و جی n به اندازه آلفا n به سمت y n حرکت کن. این تعبیر ریاضی این چیزی است که الان گفتم، یعنی x آی و جی n به علاوه آلفا n که بین 0 و 1 ضرب در y آی و جی n منهای x آی و جی n. به این ترتیب ما با یک x nی شروع کردیم، یک y nی رو پیدا کردیم به اندازه آلفا n، به سمت y n نشانه رفتیم و حرکت کردیم و به دست آوردیم الان x n به علاوه 1 رو، یعنی یک مقادیر جدیدی به دست آوردیم برای ترافیک یا جریان ترافیک خیابون‌های خودمون. حالا در گام 5 میگه اگر ضابطه همگرایی حاصل شده باشد پایان، وگرنه دوباره برگردید به گام 1. یعنی حالا دوباره روزی از نو با x n به علاوه 1 دوباره همین فرایند رو شروع میکنه الگوریتم. یعنی میاد و یک y n به علاوه 1 برای اون حساب میکنه، از x n به علاوه 1 به سمت y n به علاوه 1 به اندازه آلفا n به علاوه 1 که گفتم چجوری حساب میشه نشونه میره و x n به علاوه 2 رو به دست میاره. همینطور x n به علاوه 3، x n به علاوه 4، یعنی طی تکرارها بردار جریان ترافیک روی خیابون‌های شبکه هی آپدیت میشه و به سمت جواب نزدیکتر میشه. این که گفتیم ضابطه همگرایی، این میتونه حالتهای مختلفی به خودش بگیره. مثلا شما میتونید یک برنامه کامپیوتری بنویسید و بگید که هر وقت ران تایم، یعنی زمان اجرای این برنامه بیشتر از 1 دقیقه شد وایستا. یا مثلا میتونید بگید هر وقت تعداد تکرارها به 20 تکرار رسید وایستا. یا مثلا میتونید بر اساس کاهش نسبی تغییرات تا به هدف عمل کنید. یا مثلا میتونید بر اساس اون چیزی که خیلی رایج هست و توی مقالات بیشتر و در واقع اینطوری بگم مستدل‌تر هست و بیشتر تو مقالات دیده میشه، ریلیتیو گپ هست یا شکاف نسبی هست. هر کدوم از اینها که حالا من قصد ندارم وارد این جزئیات بشم، هر کدوم از اینها میتونه یک ضابطه همگرایی باشه. حالا مثلا ما برای سادگی بگیم مثلا 5 تکرار، 10 تکرار، هر وقت 10 تکرار انجام شد یعنی n به 10 رسید، پایان الگوریتم. خب این شد صورت کلی الگوریتم فرانک ولف. ممکنه که الان به دلیل اینکه ما هنوز مثالی حل نکردیم قدری در درک جزئیات نحوه عملکرد این الگوریتم فرانک ولف ابهام داشته باشید. مهم اینه که در این جلسه فقط یک ایده کلی داشته باشید با این توضیحاتی که دادم از منطق الگوریتم فرانک ولف و بعد ما جلسه آینده
گام به گام در مثال خواهیم دید که چطوری الگوریتم فرانکفورت برای حل مسئله کار میکنه. تا همینجا برای این جلسه کفایت میکنه و اگر سوال و ابهامی وجود داشت حتما در جلسه آنلاین بپرسید. من پاسخگوی شما هستم. متشکرم.